دیماریا سر توپ عالی داخل محوطه جریمه خود دیماریا و حالا پنالتی. مسی باید پنالتی رو بزنه، داور سود میزنه. مسی آرژانتینی، مسی به یاد دیگو مارادونا، گل اول واسه آرژانتین. داره به سمت راست آلوارز واسه عالی تو فضای خالی 2 دقیقه دیگه کسرنک کالیستر میندازه. گل دوم واسه آرژانتین. تصویری عالی موانی داخل محوطه داور سود میزنه، حرکت میکنه امباپه میزنه بود نزدیک بود بگیره اما توپو گل کرده امباپه پاسکاری قشنگشون. امباپه فرانسه برگشت، بازی میشه 2-2 مساوی. لاتارو مسی فرصت داره اونجا، لاتارو میتونه فرشتی آرژانتین باشه. لئو مسیه میزنه امباپه و بازم پنالتی. داور امباپه میزنه و خراب شهر چه خود کیلیان امباپه یه مکس و چقدر راحت اما پای راز همشو میزنه و گرفت. حرکت دیوالا سامانی حرکت میکنه، توپ رفت بیرون. چارچوب دارم و سرباشو به گل تبدیل کرد. الان میشه یا گلش میکنه موانی محکم وسط. خورشید آرژانتین منتظره که اونجا طلوع بکنه. 3